خب دیگر سوالی کردن، گفتن زنهای زیناکار رو در یوتیوب میبینیم، مردها گمانهای بد در نسبت زنها نشون میکنند. یعنی امروز برادرای عزیز بسیار جای به نام خدای مهربان قسم خجالت و شرمندگی که همین در اینترنت فقط همین گویم نوارهای بسیار نامناسبی که میمانند از طرف همین مردم تاجیکی ما نمیدونم نادیده ایم یا بسیار جاهلیم یا ابلهیم چیم. نخو مقصد هر یک حتی زنها را میبینی خداشون میگد میبراین با طریق همون تلفن خداشون گویا ضبط کردن، گویا با شوهرشون در راههای دور باشن و با طریق تلفن گویا شهوت یکدیگر را مقصد آرام میکنن و با همراه در اینترنت میپرتاین. ای دادر عزیز، ای خواهر عزیز، ای خدا بترسید. الحیا من الایمان. آدم حیا باید داشته باشه، شرم باید داشته باشد. در 4 کتاب میخوندیم حیا میگو پوستی ایمان. یعنی ایمان همین آدم همین لباسش نباشه، در حالت بی لباسی یک آدم بین 40 مثال بسیار ناراحت کننده. همین ایمانی تا وقتی که لباس نداره او 40 ایمانه. یکان از خدا بترسین. در درون اینترنت این حقارت ببین، این ملامت ببین، این یکدیگر کافر گفتن و یکدیگر پس زدن ببین. این معلوم می شود که یعنی چند قدر دانش شما، عقل شما، تمیز شما چه مقدار است. اما گفتی عزیزا در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیر کد چون از کمان بیرون شود رسوا شود. همین آدم دهن شوی کد میفهمیش که کیه. یکی همون نواری که تو میپرتای همون نشان میده که تو چی قدر آدمی رزیلی، چی قدر آدمی پستی. زیرا که از این میلیون ها نفر نگاه میکنن. شما ملت تاجیک شرمنده میکنید، مسلمان شرمنده میکنید. لیکن برادرای عزیز، هر آدم اگر هر نواری را میبینی زنهایی که زنا کردیسن، شما در راست زنهای خودتون گمانی بد نکنید هیچ وقت. زیرا گمان هم گناه های. گمانی بد نکن. انشاءالله تا ای زنت خبرگیری کن، خیلی 3 سال و 4 سال در هر یک درون و بیرون نگرد، از حالش خبر بگی که مقصد با دست به همین کارها هم نزنه. ولی گمانی بد نکنید. این نوارها سبب ویرانی زندگی تو نشود. برعکس اگر چند این نوارها بسیار رزیلند، بسیار یک پستی یا را نشان میتن، یک طرف برای بعضی ها درس شوند که بین که مقصد علت زنا کردن همی چیه، چرا. شاید بعضی هاش مثال سببگار مردها شده باشند، شاید بعضی هاش مقصد فریفته شیطان شدگی هستند.